سلام بچه ها، خوبید؟ من امروز اومدم براتون یه آزمایش جدید رو از کیش واسهتون آوردم که باکسش هم اینجا مشاهده میکنید. این 670,000 تومن بود. حالا من از کیش خریدمش. مثبت 10 سال این آزمایش. بچه های کوچیک لطفا مراجعه میکنم انجام ندم چون مواد شیمیایی داره. خب یه دفترچه داشت که وسایلی که توش داشت رو نوشته، میتونید بخونیدش. 2 تا مواد شیمیایی، یه دونه آتش فشان که شکلشه، یه دونه از اینا که مثلا برمیداره چیز میزاد، یه دونه همزن، یه دونه آمپول با یه دونه هم آب. خب بریم که آزمایش رو انجام بدیم. خب اولین چیزی که گفته بود یه ذره از این چیز کمه، کم بیشتر بده. خب انقدر باید برداریم. یه ذره دیگه هم باید بریزیم ازش. یه ذره دیگه باید بریزیم حتما یه چند قطره دیگه هم بریزید، بهش اضافه کنید و بعدش هم یه 4 قطره 3 قطره هم قبل از اینکه آب بریزید یه ذره مخلوط کنید. اینجوری در حتما زیرش باید زیرانداز بندازید. حالا وقتش هست که یه ذره آب مخلوطش کنیم. واو چقدر آب داره. واو هشم. واو بچه ها مواظبه میکنم اینو حتما چیزش کنید. وای خدا من دوباره داره آب ندارم. بچه واقعا خیلی کار لازم داره. بچه یه ذره دیگه هم واسه شما میرزم. برو بریم. عجب خفنه. بچه ها مواجهه میکنم این خفن ترین چیزی بوده که من تا حالا از کیش واسه تون خریدم. واقعا میارزید 6,000 تومن. واقعا میارزید بچه. الان باید چه بگم خدایا. زیرانداز گفتم بذارید به خاطر همه اینا بود. چون خفنه یه ذره دیگه بذار کیف کنی. بچه دیگه هنگ کرد نمیاد آب. قشنگ کنید قشنگ یه دفعه آب که میریزی یه دفعه
موادش دیگه تر کشید. من بازم میخوام آب بریزم، این انقدر خفن بود. بچه نکن بچه شش نخوری یه راه میریزیم. بچه من حالا باید یه ذره آب میریختم دیگه، زیاد ریختم همه جاش پر کرد. بچه این آزمایش همینجوری پیش میره که دیگه همینجوری که آب میزیم دیگه آخرش دیگه تمومه، کارای آب تموم میشه و بذارم صفتون خراب میشه. بچه من آرش پرشت هستم، تا یه آرش پرشت دیگه بدرود، لایک و سابسکرایبم یادتون نره، دوستتون دارم.